چی شده؟ آخه شما سر جای من بودید نمیترسیدید واقعا؟ جمعه بود و دلم هوای کله پاچه کرده بود. یهو تو یخچال با این صحنه مواجه شدم. آخه یه شوهر اینقدر همه فن حریفه بهم گفت خودم برات یه کله پاچه خوشمزه درست میکنم. اینجا که دیگه هیچی، 300 کله پزم گرفت. سیرابیا رو با سرکه و نمک بخوابون توی کاسه. کله پاچه هم خوب تمیزش کن. سیرابیش هم کامل اینجوری تمیز کن. آب جوشیده رو آماده کن بریز توی قابلمه‌ای که کله پاچه رو گذاشتی. 2 تا پیازم بنداز روش و درشو ببند. نیم ساعت اول که پخت آبشو خالی کن و مجدد آب جوشیده بریز روش. ادویه تو کپشن نوشتم اضافه کن بهش. و کله پاچه هم اینجوری سوخت، ولی همه سوختگی‌ها رو جدا کردم و دوباره گذاشتم پخت. اینم نتیجه نهایی که میبینید چه کله پاچه‌ای شد. رخ کارو ببین، لایک نداره واقعا.